اسرائیل برخلاف اندازه کوچیکش جوری عمل میکنه که انگار زورش به همه میرسه. از نظر موقعیت قرارگیری تو منطقه‌ای بسیار خاص قرار داره، سر مرز اروپا، آسیا و آفریقا، که به همین دلیل فرصت‌های سرمایه گذاری و اقتصادی زیادی به سمتش سرازیر میشن. یکی از بروزترین و قوی‌ترین نیروهای نظامی و اطلاعاتی دنیا رو در اختیار داره و با اغلب ابرقدرت‌های جهانی دست دوستی داده و پیشگام تو زمینه‌های کشاورزی، درمانی، استارتاپ ها و تکنولوژیه. اما برخلاف اینها اسرائیل یک کشور بسیار کوچیکه و از اطراف توسط دشمنان و مخالفان محاصره شده. در حال حاضر 75 ساله که از تأسیس این کشور میگذره و تمام این سالها رو درگیر بحران‌های خوفناکی بوده که هر کدوم ممکن بود کارش رو یسره کنن. بنابراین اسرائیل با نمایش قدرت و بازدارندگی نظامی سعی داشته تا برای مخالفان حد و مرز تعیین کنه، حتی اگه به قیمت به راه انداختن یک جنگ و باز کردن درهای جهنم باشه. و به خاطر همین ویژگی‌های جغرافیایی بد باید انتظار بحران‌های غیرمنتظره مثل حمله 7 اکتبر رو داشته باشه. منطقشون هم اینه که اگه نزنی میزننت. تو این ویدیو قراره با هم دلایل جغرافیایی سیاسی و افتضاح بد اسرائیل رو بررسی کنیم. مطمئناً مسائل جالبی رو در ادامه میشنوین، پس تا آخر ویدیو حتما کانال پل رو همراهی کنین. لایک و سابسکرایب هم لطفتون رو میرسونه. اسرائیل از 3 منطقه متمایز و متفاوت از هم تشکیل شده. اولی منطقه دشت ساحلیه که از شهر حیفا شروع میشه و تا دامنه های کوه کارمل ادامه داره. انتهاش هم نوار غزه است. این در حالیه که عمق و عرض این دشت تا شهر اورشلیم و کوههای کارمل و تقریباً تا مرز کرانه باختری کشیده میشه. جالب اینجاست که اورشلیم با پیشینه تاریخی و مذهبی که برای یهودیا داره پایتخت این کشوره، اما این تل‌آویوه که توجه ها رو به خودش جلب میکنه. بخش شهری تل‌آویو که بین خود یهودیا به گوشتان معروف هستش شاهرگ حیاتی اسرائیل، از نظر سیاسی گرفته تا زمینه‌های مالی، صنعتی و فرهنگی. بیشتر از 4 میلیون نفر یا 40% جمعیت کشور اونجا ساکنن. حالا اگه یکم بیایم دورتر، هسته اصلی و مرکزی اسرائیل رو تو دشت ساحلی میبینیم. اکثر شهرهای مهم، فرودگاه‌های بین‌المللی و بنادر دریایی و زیرساخت‌های حیاتی و حتی سیاسی در این بخشن. بنابراین بیخود نیست که بهش میگن هارتلند یا قلب تپنده اسرائیل. اما این دشت یه مشکل بزرگ و غیر قابل حل داره و اون عمق استراتژیک کمشه که کمترین عرض 14 و بیشترین عرض 37 کیلومتره. در واقع پاشنه آشیل اسرائیل و نقطه ضعفش همینجاست. یعنی به حدی این قسمت برای پابرجا موندن اسرائیل ضروریه که اگر نبود دشمنای این کشور با یه حمله حساب شده و قدرتمند میتونستن کشور رو به 2 قسمت تقسیم کنن. بنابراین با جون و خونشون از متر به متر کوه کارمل در برابر کرانه باختری محافظت میکنن. در ادامه ویدیو حتما در مورد کرانه باختری صحبت میکنم، اما فعلا اینو از من داشته باشید که در این ناحیه فلسطینی ها حضور دارند و میتونن با شلیک موشک ها دمار از روزگار یهودیا در بیارن. به خاطر عمق کم این نواحی هیچ سیستم ضد هوایی توانایی واکنش به موقع در برابر موشک‌های شلیک شده رو نداره. اسرائیل هم از روی اجبار و با ندیده گرفتن قوانین بین‌المللی و حقوق بشری برای تضمین حیات خودش کرانه باختری رو اشغال کرده. حالا اگه کمی به سمت شمال حرکت کنیم به منطقه‌ای میرسیم که نامش به زبان عبری میشه گلیلی، معادل عربیش میشه الجلیل و اگه به فارسی برش گردونیم میشه جلیل. در این ناحیه بیشتر تپه و کوهستان میبینیم که رود اردن و دریای جلیل هم همینجا قرار دارن. سفره نعمت الهی اسرائیل در واقع همینجاست، چون در این منطقه ذخایر آبی انقدر عمیق و غنی هستند که مخزن و منبع اصلی آب اسرائیل برای آشامیدن، کشاورزی و صنایع. اونها با استفاده از پیشرفته ترین صنایع آبیاری مزارع و تصفیه فاضلاب انسانی و برگردوندنش به آب آشامیدنی یکی از خاص‌ترین کشورها در این زمینن. پس با چیزایی که گفتیم، گلیلی یا جلیل یه منطقه بسیار استراتژیک و حساسه، چون اگه نبود اسرائیل با بحران آب جدی، کشاورزی و تولیدات مواجه میشد. کمی بالاتر کشورهای لبنان، سوریه و در شرق اردن قرار دارن. حتما اسم بلندی های جولان به گوشتون خورده.
قانونی یا غیر قانونی اسرائیل کنترل اینجا رو هم که قبلا متعلق به سوریه بود به دست گرفته و اشغالش کرده. به خاطر تنش زیاد اسرائیل با سه همسایش، برتری تاکتیکی روی زمین به خاطر در دست داشتن زمین‌های مرتفع‌تر خیلی بهشون کمک میکنه تا امنیت کشورشون رو تأمین کنن. ارتش اسرائیل در این ناحیه حضور دائمی و مستمر داره. حتی ادواتی مثل توپخانه‌های دوربرد بسیار قوی که به هر عامل خارجی که از لبنان و سوریه و اردن قصد نفوذ به خاک اسرائیل رو داشته باشه، خسارت‌های سنگینی وارد میکنه. نظر شما در مورد این حجم از سرمایه‌گذاری اسرائیل برای تامین امنیتش تو نواحی مختلف چیه؟ یعنی اگر این اقدامات نبود اسرائیل از بین میرفتش؟ حتما توی کامنت ها ایده هاتون رو بنویسین و اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب و روشن کردن زنگوله فراموش نشه. اما با زوم به سمت جنوب، سومین منطقه تشکیل دهنده این کشور یعنی صحرای نگب رو میبینیم. یه بیابون خشک، وسیع و کم جمعیت که تنها 2 منطقه قابل توجه داره که جفتشون تو حاشیه این بیابونن، شهر ایلات و نوار غزه. بریم ببینیم که آیا شهر ایلات هم مثل مناطق دیگه‌ای که تا الان گفتیم استراتژیک هست یا نه. این شهر مهمترین و خاصترین بندر اسرائیل، چون دسترسی مستقیمی به دریای سرخ و تجارت آزاد جهانی داره. البته اسرائیل بندرهای دیگه هم داره ها، ولی چون این یکی به دریای سرخ راه داره یه چیز دیگه است. علاوه بر اینها اگر در هر زمانی نتونستن از بندرهاشون تو دریای مدیترانه استفاده کنن، بندر ایلات جایگزین بسیار مناسبیه. در قسمت غربی صحرای نگب نوار غزه قرار داره، یه منطقه با طول تقریبی 40 و عرض 10 کیلومتر. قسمت شمالی نوار غزه یکی از پرجمعیت ترین مکانها روی زمینه. حقوق بشر اینجا معنایی نداره و باید خیلی بدشانس باشی تا توی این قسمت از دنیا به دنیا بیای. فقر و بیچارگی بیداد میکنه و به دلیل کنترل و محدودیت شدید اسرائیل برای جلوگیری از ورود سلاح به غزه، ایدئولوژی‌های ضد صهیونیستی و مقاومت در این ناحیه ریشه کرده. بیابون نگب از اطراف با کشورهای اردن، عربستان و شبه جزیره سینای مصر در ارتباط و اینجا جاییه که مقامات اسرائیلی باز هم احساس خطر میکنن، چون با حمله دقیق از سمت شبه جزیره سینا و ورود دشمن به صحرای نگب به راحتی میشه به عمق خاک اسرائیل نفوذ کرد. بنابراین اسرائیل در نواحی صحرای نگب حضور مستمر و دائمی داره تا بتونه کنترل اوضاع رو به دست بگیره، هرچند که اوضاع همیشه اینجوری نبوده. سال 1948 در ابتدای تأسیس اسرائیل کشورهای عربی با احساس ضعفش ریختن رو سر یهودیا. مصر، اردن، عراق، سوریه، عربستان و یمن از کشورهایی بودند که به اسرائیل حمله کردند. نیروهای مصر در طول چند روز اول جنگ از صحرای نگب عبور کردند. در شمال نیروهای سوری با استفاده از بلندی‌های جولان بمباران‌های شدیدی را انجام دادند و در همین حین اورشلیم توسط نیروهای اردنی مورد هجوم قرار می‌گرفت. اما بعد از 9 ماه جنگ نیروهای اسرائیل با تاکتیک‌های بهتر تونستند دشمن را شکست بدن. در نتیجه این جنگ 750,000 فلسطینی آواره شدند. مقامات اسرائیلی از اون به بعد برنامه‌های جدی برای گسترده تر کردن و تثبیت مرزهای خودشون تهیه دیدن و حتی به فکر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای در دهه 50 و 60 میلادی افتادن. حالا یه سوال، به نظرتون اگر تو دوره الان کشورهای عربی با هم متحد شن میتونن جلوی گسترش اسرائیل رو بگیرن یا حتی جلوی نسل کشی اعراب فلسطینی رو بگیرن؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسین. سال 1967 آتش زیر خاکستر بین اعراب و یهودیا دوباره جون گرفت. مصر از غرب به صحرای نگب نفوذ کرد. اردن و عربستان، سوریه و لبنان همه با حملات هوایی و زمینی هجوم گسترده به اسرائیل داشتند. اما با پیروزی اسرائیل در این جنگ 6 روزه، مناطق مهم و استراتژیکی مثل بلندی‌های جولان، کرانه باختری، نوار غزه و شبه جزیره سینا رو به تصرف خودشون درآوردند و یک سرخوردگی بزرگ برای اعراب به وجود اومد و اون عمق استراتژیکی که دنبالش بودن رو تونستن به دست بیارن. هرچند که در سال 1982 طبق پیمان صلح کمپ دیوید با مصر این شبه جزیره به مصری‌ها برگردونده شد. با پیروزی طرف اسرائیلی اونها بیشتر از قبل با آمریکایی‌ها متحد شدند. بعد از اون جنگ
مناطق نوار غزه و کرانه باختری رو که اشغال کرده بود حالا باید یه جوری مدیریت میکرد. اما این کار با وجود 3 میلیون نفر فلسطینی تو کرانه باختری و 2 میلیون نفر تو نوار غزه بیشتر شبیه شکستن شاخ غول بودش. این ایده که این دوتا قوم بتونن اصلا با هم مسالمت آمیز زندگی کنن کلن یه سرابه، چون دشمنی تو خونشونه و چنین چیزی ممکن نیست. برای همین این همه جنگ و خونریزی، کشت و کشتار تو این منطقه از دنیا شاهدیم. اسرائیل به دلایل استراتژیکی که اول ویدیو گفتم هیچ وقت قرار نیست کرانه باختری رو بیخیال شه. در عوض سالها قبل به فکر انجام طرحی افتاد که با تغییر جمعیت و ایجاد سکونتگاه در کرانه باختری برای مردمش وسط محل زندگی فلسطینیا کفه ترازو رو به سمت خودش سنگین تر کنه. در طی زمان با ایجاد 127 محل سکونت و امکانات برای هر کدوم از شهروندان اسرائیلی تونست 700,000 یهودی رو در کرانه باختری جا بده. چشمانداز انتهای سیاستمدارای اسرائیلی از بین بردن یکپارچگی و اتحاد فلسطینی ها و به تدریج از بین بردن سرزمینشونه. روی هم رفته اسرائیل رو میشه شبیه یک قلعه تشبیه کرد. قلعه‌ای که در جای بسیار پرتنشی ساخته شده و دشمناش دست از سرش بر نمیدارن. در کنار دست و پنجه نرم کردن با همسایه ها و جنگ با ایران سعی داره روابط نزدیکی رو با متحد اصلی و گردن کلفتش آمریکا و کشورهای اروپایی حفظ کنه. بنابراین سیاستمدارای اسرائیلی با حفظ سنگر خودشون در تلاشن تا مناطق مهم و استراتژیکی که سالها قبل به زور اشغال کردن رو حفظ کنن تا مبادا خنجری تو پهلوشون فرو بره. مسئله کمبود و عمق استراتژیک این کشور هیچ وقت قرار نیست حل بشه و تا قیامت ادامه داره. همونجور که گفتم اگه کرانه باختری رو ول کنه تبدیل به یک لقمه چرب و نرم میشه. از اونجایی که جایی هم برای رفتن ندارن مجبورن تا برای حفظ حیاتشون دست به هر کاری بزنن، حتی شده مرتکب نسل کشی و جنایت جنگی بشن و دروازه جهنم رو به روی ملت‌های دیگه باز کنن. و این داستان اسرائیل، کشوری کوچیک با قلدری و اشتهای بی‌پایان، جغرافیایی که هم پاشنه آشیلشه و هم برگ برندش. اسرائیل خوب بلد رو صفحه شطرنج خاورمیانه مهره بچینه، ولی این بازی هنوز تموم نشده. سوال اینه که تا کی میتونه با این همه دشمن گلاویز بشن؟ شما چی فکر میکنین؟ اگه جای رهبر اسرائیل بودین برای حفظ امنیت کشور در این جغرافیای بد چه تصمیمی میگرفتین؟ به نظرتون بدون حمایت آمریکا تا الان میتونستن دووم بیارن؟ اگه تا الان کانال پود رو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم تا به خانواده ما بپیوندین و زنگوله رو هم روشن کنین تا به محض آپلود ویدیوی جدید مطلع بشین. پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو ببینین.